امروز ملا حسنی صحبت میزنه از وضعیت مقام ازما که خیلی در بداگانه. اونو بدند مرضخانه. البته من میدانستم که مقام ازما مرده نمیشه، چون که قبلا که سابقه نداشته مرده میشه. اگر هم مرده هر چه خاک اون به اثر بسط باشه. دکتر گفتش که اون چیزی که خراب شده، اون خازنش پاک کرده، استارترشه، هم بارستادشه. دکتر میگوید که اون مال اینی که ازما پیرپاتال شده. اون دفعه به رفسنجانلق میگفته که تو پیر شدی لیاقت نداره رئیس خبرگان میشه، الان خودش داروی گیاهی میخوره. معجون داری، یک لیوان قبل از خواب، یک لیوان هم قبل از بیدار شدن. اما ازما توی مذاکره زهرمار زیاد خورده، مخصوصا توی عراق هم که اصلا هلاهل خورده. آخه بسیجی دلواپس، تو برای من گردن درازی نکن ها. 100 بار من به تو گفتم که وقتی با من صحبت میزنی دهنت ببند، خجالت بکش. اونطور هم دراز نگاه ننداز. پرونده تو دست منه بدبختی بینوا. تو همانه که با کلید گوشت تمیز میکردی، بعد اون قفل شد همینجوری گردنت ماند، بدبختی بینوا. آخه گاماز بسیجی، خب همان کلید اون طرف میچرخاند باز میکردی دیگه. گفتم کلید یال زهتم کتمش اون شیخ حسن فری افتاده چه با اون ازمای خودش. چونکه امروز مربع نظام 3 ادارت، ازما و حاج رفسنجانه. مقام ازما بدبختی بینوا چند جو زهرمار خورده. ما نمیچسبه، اون از دست در میره. اون روحانی زهلم کتمش هم که همین زوره جفتش میزنه. اونه که اصلا معلوم نیستش چی. اگر اینی میکنه اون وقت ترهم نفتنه چکار میکنه، مذاکره میکنه، یک مرتبه میبینی که گزارش آجودانس انرژی اتمی میآیه بیرون که اصلا خلاصه مشکلات زیاده. من مشکلی به شکلی شعر گفتم که بعد از مرگم اون دیوان من چاپ کنند. اما دیدم که ممکنه عمر زیاد میکنم، حالا زنده بمانم. اون وقت بدبخت میشه که اون شعر چاپ نمیکنند. اونو که الان شعر خودم برای شما میخوانه. به قول شاعر شیرین سخن، گر پروستات ازما بی ترکه، آی دکتر گمان نکن کلکه. گر در آن خوب بنگره بینی، تقصیر 5 به اضافه 1. تشکر میکنم از شما. بسیار حزون باید تا کوفته شود پخته. ملا حسنی امروز این شعر خودش گفته. بس ایجی، آخه تو اصلا از جلوی چشم من خفه شو. آخه بدبختی بینوا، تو همانه که میخواستی سوراخ میخری، توی آن فوت میکردی که ببینی سوراخ یا نه. آخه زهلم جسمش آبروی آدم را میبری جلوی خارجی. اون سوراخی که فوت نمیکننده که ببیننده سوراخ یا نه، اون نمیگیرنده توی آفتاب که ببینی سوراخ هسته یا نه. بله، در پایان عرایزم دعا میکنم که مقام ازما یا نمیری یا اگر میمیری زود بمیری تا هوا سرد نشده، که اون کفن دفن اونه من حوصله سرماخوردگی نداره. کشورهای عربی راحته، گرمه، اصلا سرما نمیخوره، چون اگر میخوره خیلی سخته. اونها چه ندارند، بعد اگر سرما بخوره چطوری حدسا میخواهی بکنه. گردن این هم از مواهب ملا حسنی.